هنوز که هنوزه از من میپرسن که هدروسری رو باید چجوری سرم کنم. توی این ویدیو میخوام هم طرحهاشو بهتون نشون بدم، هم بهتون نشون بدم که هدروسری چجوری پوشیده میشه و استایلتون باهاش چه شکلی میشه. تا یه کار کاملا قواره‌دار رو با حجاب برمیگردم. بلندی پشت کارم ببینید. برای کسایی که خیلی حساس هستن که با خیال راحت میتونن سفارش بدن. بستنش هم مثل بقیه روسریاست، هر مدلی که دوست دارید. هم میتونید اینجوری گره بزنید به این صورت، هم میتونید روی شونتون بندازید و اگه یکم خلاقیت داشته باشین کلی مدل جذاب دیگه هم میتونید باش ببندین. حالا بریم سراغ طرح‌های خیلی جذاب.